بازخوانی کتاب معجزه شکرگزاری اثر راندا برند، ترجمه علی اصغری. تمرینات روز 17. دوستای عزیزم سلام، من سودا شیروانی هستم و امیدوارم از شنیدن این کتاب بی‌نظیر لذت ببرید. روز 17. چک جادویی. در جهان جادویی پیرامون ما هیچ حادثه‌ای تصادفی نیست و هیچ چیزی اتفاق نمی‌افتد مگر آنکه فردی خواهان آن باشد. وقتی قدرت جادویی شکرگزاری را به سمت موقعیتی منفی سوق دهید، شرایط جدیدی خلق می‌شود که موقعیت قبلی را حذف می‌کند. یعنی وقتی شما به جایی برسید که برای داشتن پولتان شکرگزار باشید، هرچند به میزان کمی باشد، شرایط جدیدی برایتان خلق می شود که کمبود پول را حذف می کند و جای آن را با پول بیشتر پر می کند. تمام احساسات بد درباره پول را از زندگی شما دور می کند و میزان پولتان را کم می کند. هر بار که درباره پول حس بدی داشتید، پس باز هم از پولتان کم خواهد شد. اگر درباره پول احساساتی همچون حسادت، ناامیدی، ترس و نگرانی دارید، نمی توانید پول بیشتری به دست آورید. قانون جذب میگوید هر چیزی مشابه خود را جذب می کند. پس اگر برای کمبود پول حس ناامیدی بکنید، در شرایط بدتری نیز قرار خواهید گرفت. اگر نسبت به پول نگرانی دارید، پس شما بر حس ترس و نگرانی نسبت به میزان پولتان خواهید افزود. هرچه سخت هم باشد، شما باید موقعیت کنونی و کمبود پولتان را نادیده بگیرید و شکرگزاری راهی تضمین شده برای چنین شرایطی می باشد. شما نمی توانید هم برای پول شکرگزار باشید و هم ناامید نسبت به کمبود پولی که دارید. نمی توانید همزمان برای پول شکرگزار باشید و هم ترس داشته باشید. نمی توانید حس شکرگزاری داشته باشید و همزمان نگران پولتان باشید. وقتی که شما شکرگزار هستید، نه تنها جلوی افکار و احساسات منفی که پول را از شما دور می کند می گیرید، بلکه دقیقاً کاری انجام می دهید که پول بیشتری برایتان به ارمغان می آورد. شما قبلا برای پولهایی که دریافت کرده بوده اید شکرگزار بوده اید که باز هم دریافت کرده اید. بنابراین قبل از اینکه از قدرت معجزه‌آسای شکرگزاری برای پولی که می‌خواهید داشته باشید استفاده کنید، باید شیوه‌های جذب پول را بشناسید. پول از طرق مختلفی همچون دریافت چکی غیرمنتظره، افزایش حقوق، برنده شدن در قرعه کشی یا دریافت هدیه نقدی از فردی به شما میرسد. همچنین پول میتواند وقتی که دوستی هزینه قهوه یا رستوران شما را میدهد یا جنسی که قصد خریدش را دارید دارای تخفیف باشد، وقتی چیزی را نیاز دارید دوستی همان را به شما هدیه میدهد، از این طریق نیز به شما برسد. نتیجه نهایی تمامی چنین موقعیت‌هایی رسیدن شما به پول بیشتر می باشد. پس هر وقت موقعیتی به وجود می آید از خودتان این سوال را بپرسید: آیا این موقعیت چنین معنی می دهد که من پول بیشتری دارم؟ اگر چنین باشد شما باید برای چنین پولی شکرگزاری بسیاری بکنید. اگر نسبت به خرید کالایی با دوستی صحبت کردید و او پیشنهاد قرض یا بخشش همان را به شما داد چرا که خودش لازم ندارد، یا اگر قصد مسافرت داشتید و شنیدید که بلیط شما شامل تخفیف شده است، یا اگر نرخ باز پرداخت قسط بانک کاهش یافته است، یا فروشنده این محصول بهتری به شما پیشنهاد دهد، پس بر پولتان از طریق صرفه‌جویی افزوده شده است. آیا شما چنین موقعیت‌هایی را که برایتان پول بیشتری به همراه دارد درک می‌کنید؟ به احتمال زیاد در گذشته چنین موقعیت‌هایی را بارها تجربه کرده اید و خواه متوجه بوده یا نبوده اید خودتان آنها را جذب کرده اید. وقتی شکرگزاری به سبک زندگی شما بدل شود، شما دائما در حال جذب چنین موقعیت‌های جادویی هستید. برخی نامش را خوششانسی می‌گذارند در حالی که هیچ ربطی به شانس ندارد و قانونی جهان شمول می‌باشد.
هر شرایطی که حاصلش پول بیشتر برایتان باشد یا کالایی با مبلغ کمتر دریافت کنید، نتیجه شکرگزاری بوده است. وقتی بدانید دلیل این فراوانی خودتان هستید، پس لذت خواهید برد. وقتی این لذت را با شکرگزاری ترکیب می کنید، جاذبه فوق‌العاده‌ای برای جذب فراوانی بیشتر و بیشتر خواهید داشت. تمرین معجزه‌آسای امروز برای رسیدن به پولی است که می خواهید و نتایج شگفت‌انگیزی برای خیلی کثیری از مردم داشته است. در پایان تمرین شما چکی سفید امضا از بانک جهانی شکرگزاری دریافت خواهید کرد و مبلغ را خودتان خواهید نوشت و اسم و تاریخ را نیز خودتان یادداشت می‌کنید. مقدار دقیق پولی را که برای موردی به طور دقیق می‌خواهید تعیین کنید، چون وقتی دلیل نیاز پول را بدانید بیشتر شکرگزاری خواهید کرد. پول فقط وسیله‌ای برای رسیدن به خواسته می باشد و نتیجه نهایی نیست. اگر فقط و فقط به خود پول فکر کنید، پس احساس شکرگزاری عمیقی نخواهید داشت. اگر به کالاهایی که قصد خریدشان را دارید یا کارهایی که می خواهید انجام دهید فکر کنید، احساس شکرگزاری عمیق‌تری خواهید داشت. شما می توانید تنوعی از عکس چک‌های جادویی را از وبسایت راز بیابید. اگر بخواهید می توانید اولین چک جادویی را از مبلغ کمتری شروع کنید و بعد از دستیابی به آن مقدار مبلغ چک‌های جادویی بعدی را افزایش دهید. مزیت آغاز با مبلغ کمتر این است که وقتی به آن رسیدید می دانید که خودتان آن را به دست آورده اید و مطمئن می شوید که شکرگزاری نتیجه داده است و این شادمانی و شکرگزاری سبب سهولت تحقق چک‌های جادویی بعدی خواهد شد. وقتی چک جادویی را به شکلی معجزه‌آسا دریافت می‌کنید، به عملی بودنش پی می‌برید و می‌فهمید معجزه شکرگزاری چه می‌کند و این شکرگزاری و لذتش برای شما مبالغ بیشتری به همراه خواهد داشت. به محض نوشتن چک جادویی آن را در دست بگیرید و برای کاری که می‌خواهید با آن انجام دهید فکر کنید و تصویر آن کار را در ذهن آورده و برای این کار دلخواه که با پول انجام دادید کلی ذوق و هیجان داشته باشید و شکرگزاری کنید. بعد از اتمام این قدم‌ها چک جادویی را امروز همراه داشته باشید یا در جایی بگذارید که اغلب بتوانید ببینید. حداقل در 2 موقعیت این چک را در دست بگیرید و خودتان را در حال خرج پول برای کالا یا کار مورد نظر تصور کنید و برایش هیجان زده و حس شکرگزاری داشته باشید. هر چند بار که خواستید می توانید این کار را انجام دهید. در پایان روز چک جادویی را سر جایش و یا جایی که روزانه در دیدتان باشد بگذارید. می توانید روی آینه توالت بگذارید یا روی یخچال، زیر سنگ جادوییتان، داخل خودرو یا کیف پول و حتی صفحه کامپیوترتان باشد. هر بار که چشمتان به چک جادویی افتاد، تصور کنید که پول را دریافت کرده اید و برایش شکرگزاری کنید. تمرین چک جادویی را تا جایی که می خواهید ادامه دهید. تمرین معجزه‌آسای شماره 17. چک جادویی. 1. مراحل 1 تا 3 تمرین جادویی شماره 1 را انجام دهید. فهرست 10 تایی از داشته‌هایتان را نوشته و دلیل شکرگزاری را نوشته و در انتها 3 بار کلمه معجزه‌آسای متشکرم را بیان کنید. 2. چک جادویی را با مبلغی که مورد نظرتان می باشد پر کنید و اسم و تاریخ و روز را نیز بنویسید. 3. چک جادویی را در دست بگیرید و کالا یا کار خاصی که می خواهید با آن پول بخرید یا انجام دهید را تصور کنید و حس شکرگزاری را برای آن انجام دهید. گویی حقیقتاً به خواسته‌تان رسیده اید. 4. چک جادویی را امروز همراه داشته باشید یا جایی بگذارید که حداقل 2 بار در روز بتوانید آن را ببینید. چک جادویی را در دست گرفته و خود را در حال خرج آن پول تصور کنید و حس شکرگزاری را عمیقاً احساس کنید. 5. در پایان روز چک جادویی را جایی بگذارید که همواره در دیدتان باشد
وقتی به مبلغ آن چک یا خواسته تان با آن پول رسیدید، چک جادویی را با چک جادویی جدید جایگزین کنید و مراحل 2 تا 4 را تکرار کنید. 6. قبل از اینکه بخوابید، سنگ جادویی را در دستتان بگیرید و بابت بهترین اتفاقی که امروز برایتان افتاده، کلمه معجزه‌آسای متشکرم را بر زبان آورید. پایان تمرینات روز 17.